مهاجران از زندان آزاد شده تاجیک که اکنون در بازداشتگاه ولایت توله نگاه داشته میشوند از شرایط طاقت فرسا، اتاقهای نم و رطوبتناک و برخورد بیرحمانه ناظران شکایت دارند. آنها پس از رها شدن از زندان باید به تاجیکستان فرستاده شوند، اما بنابر بسته بودن مرزها و پرواز هواپیماها ماهها باز در بازداشتگاه توله درمانده‌اند. رحمان علی مولانوف که پس از 10 سال زندان اکنون 2 ماه باز در بازداشتگاه قرار دارد، برای آزادی چنین پیام فرستاد: از ماه می 2020 تا امروز در سپیس پریم که ولایت توله نگاه داشته ایستاده‌اند. هیچ کس به ما هیچی نمیگوید. به ما جواب میدهند که شما به هیچ کس در کار نیستین. همه شما اینجا میمونید. شرایط اینجا به نهایت ویران میباشد. التماس به همه شمایان ما کمک کنین که ما به وطنمون برگردیم. مولانوف تنها مهاجرین نیست که پس از سالها سپری کردن پشت میله های زندان دوباره در شرایط سخت‌تر بازداشتگاه ها قرار گرفتند. 24 نفر مهاجر تاجیک نیست که سالهای دراز در زندان بودند و ماه اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید، در بازداشتگاه مردویا افتادند. روز 28 ایون آنها برای آزادی از گرسنه‌نشینی خود پیام دادند. طلب آنها از مقامات تاجیک این است که هرچه زودتر آنها را به وطن انتقال دهند. در سفارت تاجیکستان در روسیه برای آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آنها خواستند صبر کنند. بنابر قطع شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه از نیمه دوم ماه مارس اخراج و یا دیپورتاسیون مهاجران در بازداشتگاه بوده تاجیک به وطن ناممکن شد و آنها در شرایط ناگوار قرار گرفتند. تاجیکستان با تشکیل چند پرواز چارتری قسمی از مهاجران در بازداشتگاه بند مانده را از مسکو و سنت پترزبورگ بازگرداند. مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیکی که در بازداشتگاه افتادند و ماها باز منتظر اخراج از این کشور هستند آشکار نمی کنند. اما در زندانهای روسیه بنابر آمار آخرین 7000 تاجیکستانیان ادای جزا می کنند.